سلام دوستان، لحظاتون پر از نور و انرژی. این جلسه سوم درمان با کتاب شفای زندگی همراه با تکنیک EFT است. جلسه پیش تا فصل اول صفحه 19 خوندیم که زندگی واقعا بسیار ساده است، از هر دست که بدهیم از همان دست پس میگیریم. روی این قسمت کار کردیم. هر گونه درباره خود بیاندیشیم برایمان به واقعیت در میآید. چطور هر گونه که در مورد خود بیاندیشیم؟ خیلی ساده است. ما هر چیزی که فکر کنیم در راستای فکری که در سر ما هست یه سری حرکاتی رو انجام میدیم، یه سری ارتعاشی رو از خودمون ساطع میکنیم و همون در دنیا به ما بازگردونده میشه. حالا اگر نخوام خیلی ارتعاش و فرکانسی راجبش حرف بزنم، اگه بخوام خیلی ساده راجبش صحبت کنم، میگم هر طور که فکر کنی یه احساسی در تو ایجاد میکنه. مثلا اگر احساس خشم داشته باشی، خشمگین میشی و بعد که از خونه میری بیرون با خشم همه برخورد میکنی، خشم رو در اون همه میبینی و بعد وقتی که به هر چیزی یا هر کسی خشم بدی، اونها هم در جواب ما همین رفتار رو با ما میکنن. این خیلی ساده است، حتی اگر نخوایم ارتعاشی یا فرکانسی بهش توجه کنیم. میگه من معتقدم که هر کس از جمله خودم 100% مسئول همه چیزهایی است که در زندگیش پیش میآید. هر اندیشه‌ای که از ذهن ما میگذرد آینده ما را میآفریند. حالا میخوام دو لولی اینو توضیح بدم براتون. لول اولش که گفتیم ارتعاش و فرکانسه، یعنی اینجا که میگه من 100% مسئول آنچه که در حقیقت اتفاق میفته و اون تصمیمایی هستم که در زندگی میگیرم، منظورش اینه که همه اتفاقا و اون سرنوشتی که این کالبد انتخاب کرده قبل از اینکه به دنیا بیاد در عالم زر، میگه من خودم مسئول همه اون هستم. حتی خانوادم رو خودم انتخاب میکنم، پدر و مادری که قرار باش متولد بشم رو خودم انتخاب میکنم. اگر بخوام یه لول دیگه راجبش توضیح بدم، میگه مسئول همه اونها خودم هستم. خیلی وقتا ما یه انگشت اتهام اون سمت دیگران میگیریم. مثلا به فلانی محبت میکنم، میگم بعد اون جوابی که میخوام رو نمیگیرم. یعنی چی؟ یعنی من محبت میکنم، توقع دارم که اونم به من محبت کنه. من دوستش دارم به خاطر اینکه دوست دارم اونم منو دوست داشته باشه. بعد این اتفاق نمیفته. من محبت میکنم، محبتی به من بر نمیگرده. بعد خشمگین عصبانی میشم. بعد میام انگشت اتهامم و سمت اون آدمه میگیرم که اون فلان 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 اینجوریه. و بعد به این توجه نمی کنم که خب من خودم دوست داشتم که محبت کنم. من یاد نگرفتم که محبت بی قید و شرط داشته باشم. شاید هم گاهی یاد گرفتم، ولی بیشتر به خاطر اینکه محبت دیگران رو داشته باشم، چون دوست دارم که تایید بشم، دوست داشته بشم، این کار رو انجام میدم. و بعد که یه اتفاق میفته که همه چیز اونجور که من میخوام پیش نمیره، شاکی میشم و از دیگران شکایت میکنم و این میشه که احساس خوبی ندارم توی زندگی و اذیت میشم و همه اینها انباشته میشه درون افکار و احساس ما. حالا احساس ما کجا انباشته میشه؟ توی بدنمون انباشته میشه. مثلا اگه دل شکسته باشیم یا خشم و نفرت زیادی رو داشته باشیم، بستگی به اینکه اون خشم و نفرت به کدوم قسمت افکار ما مربوط میشه، این میاد و در قلب ما خونه میکنه. مثلا اگه کینه یا نفرت زیادی در طول سالها در خودم حفظ کرده باشم، مثلا اینکه مادر خوبی نبودم یا چرا مادری کردم و این دل شکستگی از سالها با خودم هم کرده باشم، چرا مادر خوبی نبودم یا چرا اصلا برای دیگران مادری میکنم، فرق نمیکنه کدوم روی سکه باشه. مهم اون خشم یا سرزنشیه که ما داریم برای خودمون ایجاد میکنیم. این میاد و خودشو تبدیل به سرطان سینه میکنه. یا حتی در مورد آقایون، یا فرق نمیکنه خانم یا آقا، منتها اینو چون توی خانم‌ها بیشتره و خیلی رایجه من مثال میزنم براتون. خب میگه که هر اندیشه‌ای که از ذهن ما میگذرد آینده ما را میآفریند. پس ما گفتیم اگه خشمگین باشیم، هر چیزی که به ما برخورد کنه خشم ما را افزایش میده. این یه لول از این نوع تفکر بود. یه لول دیگه این بود که در حقیقت هر فکری یه ارتعاشی داره و اون ارتعاشی که ایجاد میکنه ارتعاش مشابه خودش رو در کانال جذب میکنه. اگر من دائما در ذهن نیمه هوشیارم احساس دوست داشتنی نبودن داشته باشم، با هر کسی که مواجه میشم همین احساس دوست داشتنی نبودن رو به من برمیگردونه. پس این دو لول داره.
میگه هر کدام از ما با اندیشه‌ها و احساس‌هایمان تجربه‌های خود را می‌آفرینیم. اندیشه‌هایی که به ذهن ما راه می‌یابد و کلماتی که بر زبان می‌رانیم تجربه‌های ما را می‌آفریند. الان خودتون یه بازنگری بکنید لطفاً. ببینید چه اندیشه‌هایی رو در سر دارید. آیا فکر می‌کنید که خیلی دوست داشتنی هستم؟ آیا فکر می‌کنم که لایق بهترین‌ها هستم؟ آیا فکر می‌کنم که چرا طرد شدم، چرا تایید نشدم؟ هر چیزی که تو ذهنتون هست رو لطفاً یادداشت کنید. گفتم این جلسات کاملا درمانیه، مثل یک جلسات خصوصی تراپی میمونه براتون. پس ازش استفاده کنیم. خود ما اوضاع و شرایط را میآفرینیم و بعد برای ناکامی خود دیگران را سرزنش میکنیم و باز تاکید میکنه که خود ما همون شرایط رو ایجاد میکنیم. خیلی وقتا ما میگیم من که یه بچه بودم چطور میتونستم مثلا اون شرایط رو برای خودم ایجاد کنم؟ من اون شرایط رو ایجاد نکردم و مادرم باید مراقب من بود، پدرم باید مراقب من بود. بله کاملا درسته، این قدم اول آگاهیه، ولی ما متوجه شدیم اگر بخوایم این چنین بیاندیشیم راه به جایی نمیبریم، چیزی برای ما حل نمیشه. به خاطر همینه که بخوایم نوع نگرشمون رو تغییر بدیم، نوع نگرشمون رو به سمت شفا تغییر بدیم. این نگرش اگر برای من آگاهی داشت یا شفا داشت، من الان تو این شرایطی که الان هستم نبودم. پس من تصمیم گرفتم که نوع نگرشم رو به سوی عشق و شفا تغییر بدم. حالا این عشق و شفا چیه؟ این تغییر نوع دیدگاهیه که ما میخوایم با این جلسات برای خودمون ایجاد کنیم. میگه دوباره از اولش میخونم. خود ما اوضاع و شرایط را میآفرینیم و بعد برای ناکامی خود دیگران را سرزنش میکنیم و اقدام و اقتدار خویش را از دست میدهیم. هیچ کس و هیچ جا و هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد. اگر فکر کنی کسی داره کنترلت میکنه، بر تو اقتدار داره، این نمیتونه راهی برای رشد و تغییر تو باشه. پس خیلی برای ما مهمه که ما این رو بدونیم هیچ کس بر ما اقتداری نداره مگر افکار. تنها چیزی که بر ما اقتدار داره افکار و اندیشه های ماست که ما داریم تلاش میکنیم افکار و اندیشه هامون رو تغییر بدیم. میگه زیرا ما تنها اندیشه ور ذهن خودمان هستیم. ما تجربه ها و واقعیت خیش و همه کسانی را که در این واقعیت جا گرفتند میآفرینیم. کدامی یک از جملات زیر تکه کلام شماست؟ همه منتظرند که سر به زنگاه گیرم بیاورند. چرا هم اینطوری فکر میکنم؟ وقتی اینجوری فکر میکنم یعنی در ذهن نیمه هوشیارم هم این چنین میاندیشم و وقتی در ذهن نیمه هوشیارم یه اندیشه دارم که هک شده، یه فیلم بیرون پروژکت میکنه که همین اندیشه رو به من برگردونه. یعنی دائما من در طول روز این شرایط رو دارم و این اتفاق برای من میفته که همه میخوان سر به زنگا منو گیر بیارن. یکی میخواد سر من کلاه بذاره، یکی میخواد مورد سوء استفاده منو قرار بده، یکی میخواد از من کار بکشه، یکی میخواد به من زور بگه و این رو نگرش شروع کنه برای ما کار کردن. همه منتظرن تا اگر خدمتی از دستشان برمیآید لطفی در حقم بکنن. حالا این نوع نگرش کجا، اون نوع نگرش کجا؟ پس اگر که اولی هستی که باید بدونی شرایطی برات ایجاد میشه، اگر دومی هم هستی که هر کسی که به پستت میخوره شروع کنه بهت محبت میکنه. حالا این دوتا نگرش به همین سادگی نیست که اینطوری تغییر کنه. این دوتا نگرش میگه که اگر اولی هستی پس معلومه که یه جاهایی یه بارای احساسی داری، یه خشم و نفرت داری، یه جایی ازت سوء استفاده شده که اونها باید در تو پاک بشه. وقتی اونها در تو پاک بشه، در تکنیک EFT میگیم چند تا کار باید انجام بدیم. یکی این که اگر جایی ازمون سوء استفاده شده روش کار میکنیم، ضربه درمانی انجام بدیم. مثل چی؟ میگه همه منتظرند که سر به زنگاه گیرم بیاورن. من میخوام روی یه تپینگ انجام بدم. بریم اگر که نوع نگرشت اینطوریه که فکر میکنی که ازت سوء استفاده میشه، یا منتظرن که پولتو بگیرن، یا منتظرن که هر اتفاق دیگه که برایتون ناخوشاینده و تو نمیخوای انجامش بدی، باید این ضربه ها رو بزنی. بگی علیرغم این که همه منتظرن سر به زنگا منو گیر بیارن، حالا این سر به زنگا برای هر کسی متفاوته. همینطور که هستم خودم میپذیرم و به خودم عشق می‌ورزم. علاوه این که خیلی ناراحتم اون جاهایی که از من سوء استفاده شده، اون جاهایی که از من کلاهبرداری شده، اون جاهایی که پول منو خوردن، اون جاهایی که دل من رو شکستن. همینطور که هستم خودم میپذیرم و به خودم عشق می‌ورزم.
علیرغم اینکه این فکر در مورد من هست که خیلی مثبت اندیش نیستم و همیشه نگرانم که نکنه دیگران میخوان از من سوء استفاده کنن، نکنه دیگران میخوان از من سوء استفاده کنن و من این نگرانی و ترس با خودم حمل میکنم. اگر که این نوع نگرش درون شما هست، بهتری که شروع به ضربه زدن بکنید یا هر جایی که این اتفاق براتون افتاده، علیرغم اینکه فلان جا مثلا پولم خورده شد، علیرغم اینکه ناراحتم که چرا فلان جا اجازه دادم ازم سوء استفاده بشه، چرا به فلانی محبت کردم و اون محبتی که باید رو به من برنگردون، یعنی جور دیگه اون رفتار رو به من برگردون و من خیلی از این ناراحتم. پس یعنی هر جایی که احساس میکنم همه منتظرن سر به زنگا من گیر بیارم، برای خودتون یه آکولات باز کنید و توش بنویسید که یعنی چی همه منتظرن سر به زنگا. آیا من این ترس و نگرانی دارم که یه چیز رو از دست بدم، یکی یه چیز رو از من بگیره، دلم بشکنه، ازم سوء استفاده بشه؟ هر کدوم از اینها رو که دارید شروع کنید به ضربه زدن. درز لباس زیر بغلم ضربه بزنید، همینطور که هستم خودم رو میپذیرم و به خودم عشق ورزم. شما میتونید این ویدیو رو اینجا استاپ کنید و تا 10 مرتبه این ران تپینگی که الان من انجام دادم به همین سادگی، نیاز نیست خیلی جمله بندی خاصی داشته باشید، هر چیزی که توی ذهنتون هست از اون پروسه‌ای که یه سری شرایط براتون ایجاد شده، ازتون سوء استفاده شده، ناراحتید، خشم دارید، عین همین رو تکرار کنید. خب میگه هر یک از این معتقدات تجربه‌های کاملا متفاوت ایجاد می‌کنند. هر اعتقادی که درباره خود یا درباره زندگی داشته باشیم برایمان به واقعیت در می‌آید. پس تا اینجا متوجه شدیم که هر نوع اعتقادی در ذهن ما هست. اینجا میتونید ویدیو رو استاپ کنید و برای خودتون بنویسید که من چه اعتقادی در مورد خودم و زندگی دارم. اعتقاداتتون رو بنویسید. از اینکه اعتقادتون رو ببرید زیر سوال نترسید. در حقیقت یه جایی این اعتقاده باید بره زیر سوال. چرا؟ اگه یادتون باشه من توی گروه بهتون اعلام کردم، گفتم قراره که کلاس دوره در معجزات رو برگزار کنیم و پیش نیازش این کتاب هست و خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه ما درک بهتری از اون دوره داشته باشیم. پس میگه هر یک از این معتقدات تجربه‌های کاملا متفاوت ایجاد می‌کنن. حالا چرا گفتم دوره در معجزات؟ چون دوره در معجزات میاد یه چیزایی رو ما یاد میده و شروع میکنه میگه اگر میخوای حقیقت رو ببینی باید خودت رو از آنچه غیر از حقیقت هست پاک کنی. حالا ما میدونیم که غیر از حقیقت چیه؟ نه نمیدونیم، چون یه سری اعتقاداتی داریم. اون اعتقادات باید برن زیر سوال تا ما متوجه اون حقیقت وجودی خودمون بشیم. میگه کائنات ما را در هر اندیشه‌ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم کاملا حمایت میکنن. یه چیزی راجع به کائنات بگم. کائنات ما رو نه تنبیه میکنه نه پاداش میده. کائنات مثل یه آینه عمل میکنه. خیلی وقتا ما بهش میگیم خدا، میگیم خدا منو مجازات کرد، این پاسخ خدا بود، اینو به من هدیه داد، این نشونه رو اینجا به من داد. اون چیزی که ما به نام خدا ازش یاد میکنیم در حقیقت همین آینه‌ایه که ما در این بعد از جهانی که داریم توش زندگی میکنیم همین قوانین رو به ما باز میگردونه. کائنات ما رو در هر اندیشه‌ای که برگزینیم، ببینیم که هر اندیشه یادتون باشه چقدر مهمه این افکاری که ما اینجا داریم، میگه هر اندیشه‌ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم. مثل این که مثلا من معتقدم که حتما باید از این کاری که دارم انجام میدم پول دریافت کنم. اگر این اعتقاد رو داشته باشم در حقیقت کائنات تلاشش رو میکنه که فقط از همون مسیر به تو پول برسونه. یعنی اگر از جای دیگه هم قراره به تو پول برسه این اتفاق نمیفته، چون تو این اجازه رو بهش نمیدی، چون اعتقاد تو یه صد و یک در واقع مقاومت ایجاد کرده در برابر اون چیزی که تو داری دعا میکنی برای رزق و روزیت، برای عشق، برای محبت، برای هر چیزی که احساس میکنی و فکر میکنی توی اون شرایط و بعدی که الان هستی بهش نیاز داری. اما یه سری اعتقادات داری، اون اعتقادات، اون تعصبات میان برای تو مقاومت ایجاد میکنن. پس خیلی مهمه که ما اون اعتقاده رو بشناسیم و بتونیم تغییرش بدیم. میگه معتقد باشیم کاملا ما رو حمایت میکنه. این حمایت میکنه یعنی همون ارتعاشی که ایجاد میکنه، اون آینه است. هر چیزی که من باشم رو به من برمیگردونه.
مثل این دوربینی که الان من توش دارم به خودم نگاه میکنم و فیلم میگیرم، این دقیقا همین چیزهایی که من میگم رو و هستم رو به من برمیگردونه. نمیشه که من اینجا بشینم با این قیافه بعد بگم چرا من این شکلی ام، من مثلا باید سیاه‌پوست باشم یا باید مثلا موهام زرد باشه یا یه شکل دیگه باشم. این چیزیه، کاریه که ما داریم الان اینجا میکنیم. مثلا به خودمون میگیم چرا زندگی من این شکلیه، چرا اینقدر درآمدمه، چرا توی رابطه خوب نیستم. نمیتونیم اینو بگیم، چون یه چیزایی درون ذهن و افکار ما هست که کائنات همونو داره به ما برمیگردونه. پس این خیلی برای ما مهمه که بدونیم کائنات ما را در هر اندیشه‌ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم کاملا حمایت میکنه. به عبارت دیگر ذهن نیمه هوشیار ما هر اعتقادی را که انتخاب کنیم میپذیرد. هر دو عبارت به این معناست که آنچه درباره خود و درباره زندگی معتقدیم برایم به واقعیت در میآید. آنچه درباره خود و درباره زندگی میاندیشی و معتقدی برایت به واقعیت در میآید. و ما برای آنچه میتوانیم بیاندیشیم انتخاب‌های نامحدود در اختیار داریم. اکنون که این را دانستیم، معقول است که به جای همه منتظرند که سر به زنگاه گیرند بیاورند، فکر کنیم که همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان برمیآید برای من انجام دهند. پس ما تا الان متوجه شدیم کائنات، بعضی وقتا بهش میگیم خدا، یه آینه است که ما هر چیزی که بهش فکر میکنیم و میاندیشیم رو به ما برمیگردونه. ما قراره توی این دوره‌ای که داریم با این ویدیوها کار میکنیم یاد بگیریم چطور نحوه اندیشیدنمون رو تغییر بدیم و چطور بتونیم خالی بشیم از آنچه که تا الان آموختیم تا فضا رو، موقعیت رو آماده کنیم برای اینکه خداوند خودش رو به ما نشون بده، خداوند حقیقی. قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند. اون کسی که از ما قضاوت میکنه، ما رو انتقاد میکنه، خود ما هستیم. گفتیم که کائنات آینه ماست، همون 35 قانون روحانی. 35 قانون روحانی در چند تا از قوانینش رو کامل برای ما توضیح میده که چطور قانون انعکاس چیه، فرافکنی چیه و این قوانین برای ما توضیح میده که دقیقاً برمیگرده به همین که قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کنند. این قدرت تنها ارزش ما را میپذیرد، آنگاه معتقدات ما را در زندگیمان باز می‌گرداند. یعنی همون چیزی که الان توضیح دادم، یعنی به هر چیزی که فکر کنی، اعتقاد داشته باشی، همون رو آینه است دیگه، بهت برمیگردونه. اگر بخوام فکر کنم که زندگی یعنی تنهایی و اینکه هیچ کس دوستم ندارد، آنگاه همین رو در دنیایم می‌بینم. حالا چطور پیش میاد که من این احساس رو درک می‌کنم؟ احساس تنهایی و دوست داشته نشدن از کودکی برای ما جاری میشه بچه. اونجایی که رابطه خوبی با مادرمون نداریم، با پدرمون نداریم، با خانواده نداریم، ممکنه گاهن بچه طلاق باشیم، بچه پرورشگاهی باشیم، یا مادر پدرمون رابطه خوبی توی خونه ندارن و همیشه با دعوا و جنجال بودن با هم دیگه و اینها روی ما تاثیرات خیلی بدی میذاره و بیشترین چیزی که در واقع در ما ایجاد میکنه دوست داشته نشدن، تنهایی و ترسه و ما اینو با خودمون در بزرگسالی حمل میکنیم. این میشه تبدیل به اون شابلون ذهنی در ذهن نیمه هوشیار ما که بزرگ که میشیم دائما این احساس رو با خودمون داریم. وقتی این اندیشه و احساس رو داریم، کائنات بهمون چی میده؟ همونو برمیگردونه دیگه، آینه است، احساس تنهایی میده. حالا توی ویدیوی بعدی ما روی این احساس تنهایی کار میکنیم، یاد میگیریم که چطور باید بهش آگاه بشیم و چطور بتونیم اون احساس به دام افتاده از این افکار احساس تنهایی و ترس رو از درون بدنمون خارج کنیم. نور باشید.